اگر خانواده پهلوی آواره شدن از دست هم میهنانشون، از دست ملت ایران، ملت ایران هم در این 44 سال روز خوش هرگز ندید، هرگز روز خوش ندید. و من خودم به شخصه از این تریبون از همه خاندان پهلوی صدای منو اگر میشنون عذرخواهی میکنم، که من نقشی نداشتم در انقلاب 57، ولی باز هم من عذرخواهی میکنم که اون دورانی به اون خوبی رو ما از دست دادیم و همچین افراد نالایقی رو بر خودمون حاکم کردیم. اگر دوران پهلوی دوران سیاهی بود، مردم چنین بعد از 44 سال با عذرخواهی و افسوس نمی اومدن بگن رضا شاه روحت شد.